سلام 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 به پسرای نازنینم، به دخترای مهربونم. خوبین بچه های نازنینم؟ بله. خب خدا رو شکر که حالتون خوبه بچه های مهربونم. امروز براتون یه قصه جدید دیگه آوردم. امیدوارم که لذت ببرین بچه های خوب و نازنینم. اسم قصه‌مون دوست داریم بدونین چیه؟ بله، اسم قصه امروز ما 5 اسب شاخدار و فرشته کوچولوه. براتون دوست دارین تعریف کنم؟ بله. خب شروع شد قصه‌مون. به نام خدا. در سرزمینی زیبا، جایی میون کوههای بلند و دشتهای پر از گلهای رنگارنگ، 5 اسب شاخدار زندگی میکرد. آنها دوستان جدا نشدنی بودند و همیشه با هم بازی میکردند، میدویدند و در چشمه‌های زلال آب مینوشیدند. هر کدام از آنها ویژگی خاصی داشت. آریس پر انرژی و کنجکاو عاشق ماجراجویی بود. زیفر آرام و مهربان مثل نسیمی ملایم که همیشه همه را آرام می کرد. نوا عاشق موسیقی و آواز با صدای دلنشین که تمام جنگل را پر از شادی می کرد. و سیلور براق و درخشان که همیشه اولین کسی بود که در تاریکی می درخشید. آزور شجاع و دانا که همیشه راه درست رو پیدا می کرد. بله بچه های نازنینم، یه روز زیبا خورشید با گرمای طلایی‌اش دشت را نوازش می‌کرد و پروانه ها با شادی در هوا می‌رقصیدند. 5 اسب شاخدار کنار یه چشمه زلال جمع شده بودند. ناگهان آریس با هیجان گفت: وای، ببینید این پروانه ها چقدر قشنگن، من باید دنبالشون برم. زیفر با نگرانی گفت: ولی آریس مراقب باش، خیلی از ما دور نشو. اما آریس آنقدر هیجان زده بود که دیگر به حرفهای دوستانش گوش نکرد. او دنبال پروانه ها دوید، از روی سنگ ها پرید، با خرگوش ها بازی کرد، با گل های وحشی آواز خوند و آنقدر غرق بازی و شیطنت شد که متوجه نشد چقدر دوستانش دور شده. وقتی آریس به خودش اومد، هوا کم کم تاریک می شد. به اطراف نگاه کرد اما هیچ کدام از دوستانش را ندید. دلش گرفت. برای اولین بار جنگل ساکت و ترسناک به نظر می رسید. صدای جیرجیرک ها در گوشش پیچید و باد ملایمی میان درخت ها گذشت. با خودش گفت: اوه نه، من خیلی دور شدم، حالا چطور برگردم؟ ناگهان صدای نازک و شیرینی از میان درختان شنید. تو کی هستی؟ چه خوشگلی، چه زیبایی. آریس برگشت و دختر کوچولویی را دید که موهای طلایی‌اش مثل خورشید می‌درخشید. آریس با تعجب گفت: من آریس هستم، از دوستام دور شدم و حالا نمیدونم چطور برگردم.
دخترک لبخند زد و گفت من لینا هستم، نگران نباش، من بهت کمک میکنم. لینا سوار آریس شد و با هم به سمت جنگل حرکت کردند. اما جنگل در تاریکی شب پر از صداهای عجیب و سایه‌های بلند شده بود. آریس کمی ترسید، اما لینا گوشش را نوازش کرد و گفت نگران نباش، ما با هم هستیم. در راه به یک رودخانه پهناور رسیدند. آب آن تند و خروشان بود و پلی برای عبور نداشت. لینا گفت چطور از این رودخانه رد بشیم؟ همان لحظه لاک پشتی پیر از آب بیرون اومد و گفت من بابا لاکی هستم. اگه قول بدین که همیشه با دوستاتون مهربون باشین بهتون کمک میکنم. آریس و لینا قول دادن و بابا لاکی با صدفهای بزرگی که در رودخانه داشت پلی ساخت تا بتوانند عبور کنند. بعد از عبور از رودخانه به جنگلی تاریک رسیدند. همه جا سایه‌های سیاه و صدای عجیبی بود. ناگهان چند کرم شبتاب درخشیدند و مسیر را روشن کردند. یکی از کرم‌ها گفت ما شنیدیم که به دنبال دوستات میگردی، ما راهو نشونت میدیم. و همینطور شد. آریس و لینا با کمک کرم‌های شبتاب از جنگل تاریک عبور کردند. در نهایت به دشتی رسیدند که در آنجا صدای آواز نوا می آمد. آریس با خوشحالی فریاد زد دوستان! زیفر، نوا، سیلور و آذور با شادی به سمت او دویدند. نوا گفت آریس بالاخره پیدات کردیم. آذور گفت نگرانت شده بودیم، خوشحالم که سالمی. آریس لبخند زد و گفت من یاد گرفتم که نباید از شما دور بشم، ولی لینا بهم کمک کرد تا دوباره پیداتون کنم. اما وقتی برگشت تا لینا رو نشون بده خبری از اون نبود. آریس با تعجب گفت لینا کجایی؟ اما هیچ جوابی نیومد. آذور با تعجب گفت آریس ما هیچ دختری ندیدیم، تو همه این مدت فقط صدای تو رو میشنیدیم. آریس چشمانش رو گرد کرد و به آسمان نگاه کرد. همان لحظه در میان ابرهای نرم و لطیف نوری درخشید و برای یک لحظه تصویر لینا رو دید که با لبخند شیرینی به او نگاه میکرد. سیلور گفت شاید اون یه فرشته کوچولو بود که فقط اومده بود کمکت کنه. نوا لبخند زد و زیر لب خواند فرشته هایی هستن که فقط نیاز به کمک ما میان و وقتی مأموریتشون تموم شد برمیگردن به آسمون. بله بچه‌های نازنینم، از آن روز آریس یاد گرفت که ماجراجویی عالیه، اما باید مراقب باشه از دوستاش دور نشه. دوستی و همراهی مهمترین چیزهایی هستن که باعث شادی میشن و هر وقت آریس به آسمان نگاه میکرد حس میکرد حس میکرد که لینا هنوز هم اونجاست، میون ابرهاست و با لبخند مراقبشونه. خب بچه های نازنینم،
قصه ما هم تموم شد. شما به جای آریس بودین چی کار میکردین؟ برام کامنت بذارین. خیلی دوستتون دارم. از همینجا روی ماهتون رو میبوسم. خوابای رنگی رنگی ببینین. شبتون خوش پسرای عزیزم، دخترای نازنینم. خدا نگهدار.